بترسند کسانی که از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی بکنن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، که در یک فتنه بزرگ گرفتار بشن، فتنه شرک، فتنه بدعت، فتنه معصیت، یا اینکه عذاب علیم در انتظار آنهاست. این همه وعید را میشنویم، این همه تهدیدات را میشنویم که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم موضع‌گیری خطر ایمان است. ایمان از میرود. ما مسلمان باز همه اینا را میبیند، میشنود. مذهب معضل شده است. مذهب برای ما یک معضل شده است که ما الان چیکار کنیم؟ به بنده خدای سوالی داشت از یک عالمی، گفت مگر به حدیث پیغمبر علیه السلام عمل بکنم مذهب رها می شود، مذهب عمل بکنم حدیث رها می شود. جناب مفتی صاحب چیکار کنم؟ گفت مذهب بگیر، حدیث را رها کن. الله اکبر. یعنی پیغمبر را رها کن، اون مذهب اون که آخونده از خودشون درست کردن اون بگیر. ایمان همین است. با این ایمان می توانیم روز در قبر جواب بدهیم که و من نبیک، پیغمبرت کیست؟ تو پیغمبر در این دنیا نشناختی، به سنت پیغمبر عمل نکردی، به او ایمان نیاوردی، او را نشناختی، سخن او برای تو چنان ناراحت کننده است وقتی بگید میگه این فورا یک تهمت به تو میزند. تهمت زدن به مردم به خاطر همین که سخن الله و رسول رو برای مردم میگویند، ورنه سخن الله و رسول امروز در جمع ما نباشد خیلی خوشحالیم. سخن فلان ملا باشد، فلان مفتی باشد، فلان حوزوی باشد، برای ما خیلی مبارک است. اما وقت سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد در مقابل مذهب من باشد خیلی ناراحت میشم. این ایمان نیست عزیزان من. دعا بکنید الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد که ما حق رسول الله صلی الله علیه و سلم که در گردن ماست به او ایمان آوردیم، حق او را بشناسیم، بدانیم، با جان و دل بپذیریم و اطاعت بکنیم که فردا روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقه ما را میگیرد که شما لا اله الا الله محمد رسول الله را خواندی اما رها کردی، به من توجه نکردی، به من ایمان نیاوردی، ایمانت از گلویت پایین نبود، ایمانت همین سر زبان بود، اما ایمانت در قلبت به آخوندها و با مفتیها و با قاضیها و با اینها بود که اونا چی میگویند.